انقلاب صناعتی و نقش راه آهن در آن. باید ذکر نمود که در ابتدای عصر 19 دقت اروپایی ها و امریکایی ها را راه آهن به خود جلب کرد. آنها راه های آهن وسیع را از این طرف به آن طرف می کشیدند. دیرتر امریکایی ها برای ساختن راه آهن از اروپایی ها گذشتند، زیرا آنها سرزمین های وسیع را در دست داشتند. البته در این راه روس‌ها خفا مانده بودند. در شهرهای مختلف آن راه‌های آهن خرد دیده می‌شد و خلاص. در زمان حکمرانی الکساندر سیوم در روسیه راه آهنسازی به اوج اعلای خود می‌رسد. سرمایه‌گذاران برای این گونه کارها در اروپا و امریکا زیاد بودند، ولی در روسیه نیست. مشاوران دولتی روسیه می گفتند که شرق روسیه را با غرب باید پیوند دهیم، زیرا سیبیر از دست می رود. آغاز ساختن این راه آهن بزرگ از شرق به غرب سال 1891 آغاز می گردد. وزارت اقتصاد روسیه خرج این راه آهن را 2.5 میلیارد روبل معین نمود که آن به پول امروزی 52 میلیارد حساب می خورد. طول این راه یعنی راه آهن 10,000 کیلومتر بود. در این کار بزرگ البته کارگران نارسایی می کردند. از روی مأخذهای تاریخی از 60 تا 200 هزار کارگر از چین آورده بودند. ساخت این راه دراز در مدت 25 سال به آخر می رسد. باید قید نماییم که امروز هم از این راه بزرگ فدراسیون روسیه استفاده می برد، چنانه که اتحاد شوروی استفاده برده بود.